The only way we can, as a nation, thrive and prosper and be on the correct path is to achieve a democratic future. And that requires a national participation of all Democrat forces that believe in a common agenda of liberating our nation. اینکه یه قدم ما رو که تبعید شدیم از ایران به بهانه دادخواهی خون فرزند ایرانمون رو میخوایم پس بگیریم از دست ضحاک. هیچ قدرتی بالاتر از اتحاد یک ملت نیست. دشمن از سلاح نمی ترسد، دشمن از اتحاد ما می ترسد. جمهوری اسلامی به زباله‌دان تاریخ می رود. و ایران و ملت ما آزاد و سربلند از این دوره سخت به سلامت عبور خواهد کرد. ما ملت کبیریم، ایران را پس می‌گیریم. پاینده ایران.